دین رو شلخته نکنید، سرتون رو شونه نمی کنید، ریشتون رو شونه نمی کنید، لباستون رو اتو نمی کنید. اینا نعمته. خدا میخواد آثار اتو، آثار شونه، آثار نمیدونم آب، آثار نعمت ها تو زندگی تو ببینه. تنوع تو نعمت ها تنوع شکر میطلبه. اینا همه ریشه در قرآن داره. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. چه کسی؟ خداوند با قدرت داره صحبت میکنه. چه کسی دخالت در برنامه های من میکنه؟ قل من حرم زینت الله. چه کسی زینت هایی که خدا برای زینت بخشیدن به بندگانش قرار داده حرام میکنه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه 4 چیز همراهش بود تو هر مسافرتی: 1 شانه، 2 آینه، 3 مسواک، 4 گوخوشی. همونطوری که به فکر پسرامون هستیم به فکر دخترامون باید باشیم. همونطوری که پدر و مادر و بزرگتر به فکر زن دادن پسرشه. وقتی که دید پسرش بالغ شده 100 تا دختر همسایه میاره جلو پسرش. پسرم این دختر میخوای، این دختر میخوای، دختر عمت میخوای، دختر خالت میخوای، چادرم سرت بکن، سرم بکنم برم خواستگاریت. ولی آیا پدری و مادری به دخترش گفته دخترم نیاز به شوهر ندارید؟ خجالت میکشم. من که ندیدم تو این دور زمان خیلی کم یه پدری که 2 تا دختر داره به جوانی تو مسجد تو جامعه تحصیل کرده است، مؤمن خوبه، متواضع است، پاک با تقواست، متواضع، برای امرار معاشش هم داره تلاش میکنه. پسرم با دختر من ازدواج نمی کنید؟ همین میخوایم پسر رو چه داماد بکنیم. اون یکی غریزه داره، یکی غریزه نداره. یکی از چیزهایی که جسم انسان هم تقویت میکنه ازدواجه. پس غذاهای سالم، ورزش، استراحت، خواب جسم رو تقویت میکنه. خواب، ازدواج جسم رو حفظ میکنه. طاعت و بندگی خدا جسم رو حفظ میکنه. حرام آدم رو نابود میکنه. محرمات جسم رو بیمار میکنه.